سلام، خوش اومدید به جیم ویو 360. هر هفته یک باشگاه رو براتون بررسی میکنم. تجربه یک جلسه تمرین شخصی خودم رو با شما به اشتراک میذارم. بریم با هم بررسی کنیم تا ببینیم این باشگاه ارزش وقت و پولمون رو داره یا نه. خب همونطور که مشاهده میکنید سیستم قفل مرکزی به صورت قفل هوشمند تشخیص چهره انجام میشه که هر کسی کمد خودش رو میتونه با چهره خودش باز بکنه. خب این قسمت هم اتاق ماساژ هست و این قسمت هم کمدهای VIP که هزینه استفاده به صورت جداگانه باید پرداخت بشه. بعد از بررسی کلی این باشگاه آخر ویدیو هزینه شهریه یک ماه این باشگاه هم بهتون میگم تا ببینید که میصرفه براتون توی این محیط باشگاه تمرین کنید یا نه. خب اینو ترازویی که هم قد رو میسنجه هم وزن رو و نوع خیلی خوبی از ترازو هستش. وقتی برای اولین بار وارد همچین محیطی شدم، از قسمت ورودیش گرفته تا قسمت کمدها و اول ورودی باشگاه، یعنی اون قسمتی که سقفش خیلی بلند بود، واقعا بی‌نظیر بود. یعنی منو منجذب به خودش کرد. خیلی برام جذاب بود. دوست داشتم برم سریع وسط و دمبلا رو بگیرم بزنم. سقف باشگاه خیلی بلنده و این امکان رو به ورزشکار میده که داخل یه فضای خیلی بزرگ تمرین بکنه و حس خیلی خوبی داره. ورودی سالن دستگاه‌های هوازی رو مشاهده می‌کنید. 8 عدد دستگاه دوچرخه، 3 عدد تردمیل و 1 عدد فیل فضایی. همونجوری که مشاهده می‌کنید سیستم تهویه این باشگاه از نوع صنعتی بسیار حرفه‌ای HVAC طراحی شده. 4 تا دریچه دیفیوزر داره که اینها کارشون پخش متوازن هوا توی اطرافه، یعنی به هیچ عنوان بوی نامطبوع توی این باشگاه نمیمونه، با توجه به اینکه اینا خیلی قوی کار میکنن و این یه امتیاز خیلی خوب میتونه باشه برای باشگاه. خب برگردیم عقب. تا اینجا میخوایم یک امتیاز کلی به قسمت جای پارک و امنیت باشگاه بدیم. امتیازی که من برای این بخش در نظر گرفتم امتیاز 9 از 10 هست. خب همونطور که می‌بینید قسمت کراسفیت باشگاه، بندهای TRX برای تمرینات با وزن بدن، توپ‌های بزرگ مخصوص برای تمرینات تعادلی و دمبل‌های کوچیک وزن پایین اون قرمزا برای تمرینات هوازی و ایروبیک کار بردن. بریم سراغ دمبل‌ها. با توجه به اینکه باشگاه نو ساخته، دمبل‌ها قدیمی بود و اینکه از هر وزن فقط یک جفت دمبل بود، یعنی اگر یک کسی 12.5 رو برمی‌داشت تو دیگه نمیتونستی برداری، یعنی باید وای میسادی تا اون تمرین کنه بعد بتونی استفاده کنی. خب این واسه همچین باشگاهی واقعا یه جور امتیاز منفی محسوب میشه. از صفحه‌ها که نگم براتون مشخصه توی تصویر و هالترها زنگ زده بود بعضیاشون. خب این نشون میده که دستگاهاش کیفیت خیلی خوبی ندارن و قدیمی بود. امتیازی که برای بخش چیدمان دستگاه‌ها و دستگاه‌ها در نظر گرفتم امتیاز 7 از 10. خب بریم سراغ یک قسمت جذاب دیگه. ببینید یک قسمت از باشگاه رو اختصاص داده بودن به محلی که برای تامین لباس‌های ورزشی بود. حالا مربوط به بوفه باشگاه میشد. لباس مردونه و زنونه در رنگ‌های مختلف که شما میتونستین انتخاب بکنین و اون قسمت حساب بکنین و براتون بیاد. خیلی عالی بود. این امکانات رو هر باشگاهی داشته باشه یک جور امتیاز خیلی مثبت. از حس و حال تمرین کردنم بخوام براتون بگم، یک حس خیلی خوبی که از این باشگاه گرفتم اون سقف بلندش بود که اول ویدیو هم گفتم. وقتی که شما توی همچین باشگاهی با همچین ارتفاع سقفی تمرین میکنی یه حس خیلی خوبی به دست میده و این از حس و حال تجربه شخصی من بود که گفتم بهتون بگم. امتیازی که من برای نورپردازی و تهویه باشگاه در نظر گرفتم امتیاز 10 از 10 هستش. Go. خب این قسمت میبینید که دوش های این باشگاه دوش های خیلی خوب استفاده شده و واقعا نکته خیلی خوبیه و امتیاز خیلی خوبی محسوب میشه براش. این قسمت روشویی هستش که خیلی شیک و قشنگ و تمیز، یعنی واقعا جذاب بود واسه یک باشگاه همچین محیطی، خیلی جذاب بود. قسمت بعدی که میخوایم با هم بررسی کنیم بوفه باشگاه هستش که یک قسمت خیلی مهم هست توی هر باشگاهی. اگر بوفه باشگاه قشنگ باشه مثل این میمونه که ویترین کارتو خیلی شیک و جذاب هستش و اینکه هم محیط باشگاهتو بهتر میکنه، همین که یک امتیاز خیلی خوبی برای باشگاه محسوب میشه.
قیمت هاشونم با توجه به رستوران های اون اطراف بالاتر بود. در واقع شما وقتی توی بوفه هستین باید قیمتاتون کمتر باشه ولی قیمتا بالاتر. چرا میگم قیمت بوفه باید کمتر باشه؟ چون شما بوفه که اجاره کردین قطعا اجاره کمتری میدین نسبت به اونی که بیرون یک رستوران زده، پس قیمت‌های شما باید کمتر باشه. امتیازی که برای بوفه این باشگاه در نظر میگیرم امتیاز 6 از 10 هستش. خب میریم برای قسمت آخر بررسیمون، بررسی تمیزی باشگاه. خب امتیازی هم که من به تمیزی باشگاه میدم امتیاز 9 از 10 هستش. خب هزینه 1 ماه تامین توی این باشگاه 2.5 میلیون تومان و هزینه 1 جلسه تمرین توی این باشگاه 300,000 تومان. خب امتیازی هم که این باشگاه در مجموع دریافت کرد امتیاز 41 هست که نسبتاً امتیاز خیلی خوبی هستش. ممنون از اینکه تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. لایک یادتون نره، سابسکرایب هم بکنید تا ویدیوهای جدید رو از دست ندید. اگر میخواید ببینید که باشگاه قبلی که بررسی کردیم چه امتیازی گرفت و چه ویژگی هایی داشت، ویدیوی قبلی منو نگاه کنید. ممنونم.